خانم و آقایان، از نمایشگاه فرش رادین با شما صحبت میکنم. رادین راگز اند پرفیوم. همونجور که بارها در مورد این مرکز باتون صحبت کردم، عرضه کننده بهترین فرش های دستباف ایرانی و همچنین کلکسیونی بسیار غنی از فرش های ماشینی. باورتون نمیشه فرش های ماشینی هم واقعا این روزها عالی از آب درش میارن برای شما. یعنی اینکه شما وقتی میایید اینجا گهگاهی بعضی از اونها رو نمیتونید حتی تشخیص بدید، ولی خب هیچ چیزی جای فرشای خودمون رو نمیگیره دیگه، اون جای خودش، ولی اگه چیز خوب هم دیدیم بعدمون نمیاد داشته باشیم. حالا غرض از آمدن به این فروشگاه و نمایشگاه زیبایی که یک کلکسیون بسیار بسیار وسیع رو در اختیار داره این هستش که به خاطر اینکه به یک جای بزرگتر آقای رضا دیانی عزیز که صاحب اینجا هستند و نزدیک به 10 دهه هست که در امر فروش فرش در همین لس آنجلس در ولی در خدمت جامعه ایرانی هستند و چند نسل کار فروش فرش رو از اصفهان، از ایران تا به امروز که از تجربیاتشون همه شما میتونید استفاده بکنید. به همین دلیل کلیه اجناسی که در فروشگاه و نمایشگاه فرش رادین میبینید که الان در یک شاپینگ سنتری درست نزدیک کلاب رستوران سفیر هستند، دارن از اینجا میرن و باید تمام این کلکسیون به فروش برسه با قیمت‌های حراجی تا 80% روی بسیاری از اجناس اینجا تخفیف هست. شما شاید یک تابلو فرش رو که اینجا گذاشتن که فقط قیمت همون فریمش حدود $200 شاید باشه، شما اینجا خودش رو با فرشش رو شاید بتونید به قیمت $130 خرید بکنید. یا فرش‌های بسیار زیبا با بافت‌های شکیل برای شما با قیمت 1/4 و 1/5 عرضه بشه. اینه که به شما توصیه میکنم حتما سری به این فروشگاه و نمایشگاه بزنید که درست در قلب ولی در کنار رستوران سفیر برای شما عرضه میشه. و خبر خوب این که قسمت عطر و ادکلون رادین راگز اند پرفیوم به شما عرضه میشه. حدود 2-3 ماهی است که این مرکز خوب عرضه فرش کار عرضه انواع و اقسام ادکلون ها و عطرها رو برای شما خانم ها و آقایان عزیز ایرانی در نظر گرفتند. حالا فرق اینجا چه هست که این قسمت عطر و ادکلون رو برای شما افتتاح کردن؟ همانا فروش ارزانتر این عطر و ادکلون ها هست، مخصوصا در این ایامی که شماها بیشتر به سمت عطر و ادکلون ها وارد میشید، به خاطر اینکه میدونم در شب عید یا در مراسم مختلف هدیه میدید به عزیزانتون. من توصیه میکنم قیمت دونه دونه این برند ها رو، این عطر و ادکلون ها رو در دیپارتمان استورها بپرسید و بعد بیایید به فروشگاه و نمایشگاه عطر و ادکلون رادین، چرا که به شما به خاطر این شب‌های عید حتی هدیه نوروزی میدن. در قبال خرید 2 تا ادکلون به شما یک عطر به قول معروف جایزه خواهند داد یا هدیه خواهند داد. جایزه که چه عرض کنم، هدیه خواهند داد. خود خرید شما از این مرکز میتونه یک جایزه بزرگ نوروزی باشه براتون. به شما توصیه میکنم که حتما در این ایام یا 1 ماه بعد از عید گذشته خودتون رو به فروشگاه و نمایشگاه فرش رادین برسونید و از انواع و اقسام اقلامی که در اینجا هست، از صنایع دستی که از اصفهان گرفته، اصفهان نصف جهان، خود آقای دیانی عزیز هم از خطه اصفهان هستن. این اصفهانی که همه ما بهش افتخار میکنیم و گفتیم که اصفهان نصف جهانه و زیباترین صنایع دستی از اونجا میاد، ولی در کنار اون خیلی ها این اواخر سراغ صنایع دستی مثلا به فرض ترکیه هم رفتن یا جای دیگه. برجت حتما به اینجا بیایید. یک موزه قشنگ هست که شما میتونید تماشا بکنید، از اجناس غنی اینجا استفاده بکنید با قیمت‌های بسیار بسیار عالی. یعنی این شب عیدی اگر می‌خواید به حراجی دست پیدا بکنید که قیمت‌های این دست از کارهای قشنگ رو به شما با قیمتی بسیار باور نکردنی بدن، به شما توصیه می‌کنم که حتما به فروشگاه و نمایشگاه فرش رادین و همینجور عطر و ادکلون، پرفیوم و ادکلون بیایید و ببینید که چه برندهایی رو در اینجا برای شما به ارمغان آوردن. پس حتما قرار همه شما در فروشگاه و نمایشگاه فرش و ادکلون عطر رادین